با سلام خدمت. خب خیلی خوش آمد میگیم به تیم فینال. نه تیم‌های خیلی خوش آمد میگیم به تیم‌های فینالیست، تیم‌های قدر پرقدرت، تیم‌هایی که هر بار به ما یه سابقه باخت دارن تو تاریخچه بازیشون. ایزن شما اگه که دوست شروع کنید. یه بارم 11 چت گیریم می‌کنم. ما 11 شما که بزرگتر. شیر مشخص بود. رو تحویل بدید. بله بخیر. تعبیر ما هست. نه بیا جلوش. بذار برم من میگیرم. خب کی میگیره از گروه شما؟ بله لطفاً سکوت رو رعایت بفرمایید. این گل. این بله. ماشاءالله. واقعا دوستان پشت صحنه دست در کارن. همه گوشیاتون رو سایلنت کنید. گفت تو دوئلیست ندونم. پشت صحنه زربه بزنید. یادت نره بگی. منم صحنه میره رسپورت بگم. یک دو میگیم یا نه؟ بهتره الان قطعا میگیم. خود باختی. هنوز شروع نشده دستم خیسه. خب دوستان عزیز با اجازه آقا ساجد. آرمان بود. 21. خب شروع کنیم بفرمایید. بچه‌ها همین الان بگم ریتم خالی بازی رو از اون سمت پرنیان بینسم پرنیان پر کن. یک یا دو. دو. ناشیه. مخمو باخرم. نه ما میفهمم ازش. رد کنه یا یک. نکنه. عجب چه. یه چیزی بهت بگم. مخمو باخرم. مشورت یه دونه بزنم همینطوری. کجایی؟ در نه. وایسا یه دستی دارم. من بذار بازی بدم خب. کجا داری؟ به تو گوش آمد بود. اون این دستم. بازیاتو بده. خب به اوسا بازی نمیدیم. من بازی. بگو. دو. ای بابا تو خیلی. یادم بیا تو این دست. نه تو زن. نه بذار راست کنم. برنامه برو یک. بده دو. یه بازی بکار. آرمان برو دو. دوه. پیشونی می‌کنم. میگم ذهنیت پخش و ذهنیت ردم میخونم برات. ماشاءالله. دو. مایی دکتر. خالی بازی تموم شد. من تو کجایی؟ من همونم جدی. من این است. زودتر میگم بگم بازی بده. یه سال اوسابره دوستان کی باید بد یک و دو بگه؟ ها؟ کی مو یا او؟ واسه بچه‌ها که به بازی هم میشه چای بیاره. بزن قلق رو بگیریم. ها؟ کجا هم بزن؟ من بزن. اوسا راست کن. پوچه. ایوه. دیواری ما. گل اول بود دیگه چه خبره. بگو. 3-1. مدرسه چهار سی بیچین رولش بچه. نمیفهمیدم چیه. 3-5-2 بشین همراه رئیسه. خوشگل. شیش پرنیان. یک. بچه‌ها گرم شد بگین کولر بزن. دو. مشورت به ما هم جمله رو بگو. من یاره تا بزن. اوسا بازی آرمان چند بده؟ دو. برنیان چه برنیان وکی عدد بگی. اوسا میگیری.
آقا چی کار داریم به تکنیکشون؟ واسه بازی 2 سلام افتاده بیشی بزنیم همون صدا کجایی؟ همونجایی استاد. استایی تو پایریاریم ما فکر میکنم خب بعد یه بازی کن 2 ببخشید فرقی چه علیکی ها؟ جفتش بود رسید آیا علیکی هم بزنم من یه دونه بزن داداش بزن استاد راست کن کوچه چپ راست بله بگو خوبه یه چیزی 1-1 2-2-8 ولی این کدومتون گفت الکیه فیکه؟ من قشنگ گفتی استوریشون کار مریم پر کن عجله نکن اما پر کن 1 بازی کنم بده استاد بازی کن 1 نه نظرم برگشت بهش دوباره بازی بده استاد بازی کن 2 برمان آخری آرمان بازی با چپ 1 نه کجایی؟ من چپ استاد منم استاد یه چپ استاد بزنی من راستش بودم استاد چپ بود کوچه ماشاءالله چپش بودی یا راستش بودی کلا خاموش شد. اینو فشار بده. 2-1 میاد. تمیزش هم بکن. فقط بچه قبلی که پخش کنیم سر امتیاز 8 استراحت بدیم یا 10 یکی اون تیم میتونه 8-16 نه بهتر 8-16 به نظر من بهتره معمولی نه نفر یه دونه راحت آقا شد. شما ممکنه نه ممکنه تایم اوت بخوره وسط تیم داره میره بالا من میخوام 8 تا 16 یه چیز باش چیز باشه یعنی وقتی پایین تماس اوکی برو یه سر امتیاز 18 یه تیم نیاد جلوی تیم دیگه رو بگیره بفرمایید 8 تا 16 پس ما استراحت داریم یک یک اینا منم نمیدونم بازی به جفتش میدونم استاد بازی 2 استاد بازی 2 ترنیا راستت گل تاییده. تایید چوب کوچ. درسته اشکال نداره بگو 2 1-2
1. یک. پرنیا بازی کن. 1. استاد بازی کن. 2. بار بالا بگیرم. وایس یه جای خیلی گل بده. آرمان خودم ندارم بار بازی. کدوم؟ راستش. پرنیا بازی. 2. تو چه بشی؟ بچه ها خالی بازی تموم شد. من یه جایی هم که اسم میکنم گله. بزن بگو صحبت کن نداشت. صحبت میخوای اینو بزن دیگه. قلر نیست گله. راست کن. کی؟ استاد. کوچه. چپ راست. بله. ایوه. عجله نکن. آرامش. 505. بگو. 3. یک. یک. بزن بازی بدیم به همشون. وایس به آرمان اول یه بازی میخوام بدم. بازی آرمان. 1. استاد بازی. 2. آجی با آرمان نداری دوستش بود. استاد دور زیر. 2. من خودم به نظرم از برنامه نمیدونم. اتمام خالی بازی. ای جان اما اول میشه. به یکی دیگه میرسه. آرمان راستت گل. نبود. نه رسکیو. یه دست سرمون بالا میگیریم فیلم بگیر. عکس بگیر. نه این گلگیری تو این آه. گل رفت نمیره. دستم خیسه بچه. حالا میگه جلو باشی بریم. من تو نمیخوام. بفرمایید. بگو. 3-1. همون قد دیگه ساکت. بازی تمام شده. 21 هیچ. یکیش تو من در کانال سرعی بدم آدم ها جایی میبازن که به خودشون قراره میشه. تکتیر. گاندی. سینا به من درس نظر بده. 1. بزن شما رو تو. چه خوب استاد. بازی بشنوی. آرمان. 2. آرمان بازی. 1. تو واجبه نمیده اسمشون بزن.
آرمان بازی. یک اینجا جو اشتباه من دارم نمی یکی دیگه هم بدارم بدارمش. جفت چه همه همون روز داره بزنی پرمیان بازی. چیکار کنم گل کجا داری؟ دو سه مساوی بزنی. سایموف بزنی. نه دوی دوم ندارم بزن. دو سه چهار گل. پوچه سپراس باز. شو چرا نشستی؟ یه سایموف بزن. ساکت سینا کجا؟ باقیه شما لطفا. بعد عکس میگیرم. بزن روز بسیم بومش هم هست. بگو یک یک بچه‌ها کارت هم میتونی استفاده کن. ما کارتی نیستیم. استاد بازی. یک آرمان بازی. یک به پرمیان بازی رو دست داری داشت. ما دست داشتم بذار بازی بدم ندم. خیلی دستش گل بزنه. چپش. سایموف بده. ای داور قرار میکنم. سنگ مفت گنجش مفت. پرمیان چپت گل. چپه راستش. استاد راست پوچ. پوچه چپ پوچ. پوچه آرمان چپ پوچ. اوکی بچه‌ها تنفس بگیریم بازی 8-0. من یه سلام به سینا فقط میخوام یه گو بزنید یه در توش. اگه با کرک و سنگ وزن بشی گل بگیرم میرم شاملی بهش معروف ها جون. برو واسه اصلا سینا مزاری به ایستشو انداخته همون که دیگه نمیخواد لطفا بگیرید. نه بو خواهش کردم. بریم آقا 3 2 1 اشتی اول یک پرمیان یک دو سایه بازی می‌کنی؟ دو شما هم بازی کن. یک کجا دارین آقا؟ چرا استاد جفت پوچه؟ من جفت پوچه تو گل دستش تو داره. استاد یه بازی دیگه بشه. راحت باش. بچه‌ها کارت هم میتونی استفاده کنید. دار شده دقیقه سینا. دستش گل داری؟
تو کجایی؟ من راست خان چه گل داری بزن خودت دوباره قرار خوب دارش بودی راست گل استاد. پوچه. چپ راست. شاگرده بعدین بگو. 1 2 دست بیارد. یک. بیا دوئل بزن. تکش نه. درست. کارت دوئل بچه برو نشون بدید. یک. خب کی حرف میزنه؟ حله. برو نگرفتیش هم فقط سر دوئل بزنیم ذهنت آزاد بشه. یک نه باش. باش. این پوچ گله. هر کلامه. وای خدا رو شکر. ماشاءالله. نه بی امتیاز رفته با امتیاز بیا. وای خدا رو شکر. مرسی. با تشکر از آقای جواد اشکالی. خیلی ممنون. اونا راند هم میرونیم ها. میرزه که برم نه بابا شوخیش هم زشته. درست. ما هم پر کن. پر کن ایتون. مشورت. شخص. بازی بده آخر کار. ما هم خالی بست. ما کل ندارم به نظر. خیلی هم نظریم. تایسون هم ندارم. آخر کار گفتم ما نظر میده. اوکیه. تایسون خالی بازی. تایسون ببینم. از کسی دست دارین بگینا. من نه دارم. یعنی من نه نگی شخص دستو. خب الان بگو الان وقتشه. حامد. حامد. دست دارم. خب دست داری؟ آره. حامد میخوای اصلا خالی بازی دست داری نمیدم. آره. تایسون یکی دیگه. تایسون اولی و اشتباه بود کرد از نظر من. من نظرم درست پیش کرد. حالا وایسا یه دقیقه دستای تایسون ببینم آتش یاد میگیریم دیگه. نه از حامد بزن دست. از حامد میزنم. میخوام دستای تایسون رو بگیرم اگه توش بود یاد بگیرم. یا راست تایسونه یا چپ آقای حامد. حامد جان شما چپ گل. پوچ. مرسی. باشه. یک شدیم خدا رو شکر. بچه‌ها بریم داخل بریم تو دیگه اون سرا انداختم با اینکه فقط یک میشیم بس من دیگه دلت شکست. خدا رو شکر. بیا این گل یک شدیم دیگه بس تازه عبادی شد. تموم شد. گل سخت در کلا تو بازی. آره تو بازی شما واقعا نه خدای تو بازی شما سخت در من واقعا به شخص خودم دیدی که داره گلوم یه باز نمیدونم. نه با من فنک نیستم ولی حالا طرفدارای خوبتم. میدونم طرف کنم. ببندم. مامان پر کن. آره پر کن. نظر بگیم؟ نه سب
خالی بازی کن. یکی دیگه. آهان گل داره از نظرم. دست بهتون میگم. من نظر منم گل داره. بازم میگم. یه خالی بازی به تایسون تایسون. ببینمه. بله. تایسون خالی بازی کن. درست بود چی کرد. از خالی بازی همونو دادیم دیگه. تایسون دست داشت. کدوم دست؟ دست باشه راستشه، ماهان هم باشه راستشه. اینطوری بهت بگم. کجای خود بیشتر؟ تایسون رو میخوای بزنی راستشو بزن. ولی اگه ماهانه پس اشکال نداره دیگه، بزن تایسون رو خوشی داره. تایسون بزن رو یاد بگیریم یه چیزی. گلو بیاریم؟ نه. من گلو بیارم. زوده؟ باشه زوده. حرفی توش نیست. تایسون راستت گل. مرسی. بزار بزنم. ستون دارم. واقعا 11 شدیم. تموم خب بریم دیگه پاشیم بریم. نه یک شانس نه. خوبه یک شدیم. نه بذار تا 15 برم. چه مساویش نکنم ما یه زحمت میشه. تا 15 بریم بعد یکیش میکنم. دست خوب میکنه دست. مرسی. بگو. 3-1. پر کنم. یک. ببخشید پر کن شما. یک. من نگیم از بار. دست ازش داری؟ نه من میخوام پر کنم. پر کن باش. یک. دست از آرمان داری توشون؟ نه. حامد تو بازی بدم. آرمان بازی 2. یک. نه این کول خورد. دست داری؟ کی؟ آرمان نمیدونم نداره اسم کنم. ای داشته باشه. آرمان جفو شما نداره. دوتا هم این جاره جفت میشه. میشه. کی؟ آه دیگه کجا گذاشتم. نمیدونم جفت میشه. خیلی سوستا بزنید. واسه بازی 1. کدومه؟ کاری کنی بچه درست داری؟ من من دست بود دارم آخه چپ و استاتون یه جفت میشه بیاد برای چی نه بزن یه جا تو خود بزن. آرمان بازی ندارید. داریم درست. دو تا آرمان یه دونه من. بله بازی دو تا دادم. نه دو تا تو گل گل کردی. یک. بیا سینا سنگ گفت گوجش گفت. راستت گل گل. خدا رو شکر. زنم نه بابا راحت. نظر کی؟ خودم آه. چه فشار آورد چی؟ منو؟ اون دوتا داشتن. اینا داشتم اون آره. نداشت برشون. از اول چیکار؟ همین نمیذارم جلو بشه بریم آقا برو. برو جلوش بشین. جلو تو نمیذارم صحبت نکنید. با تشکر از عوامل ساخت آقای عباس گل. بابا چی نگویه داره تیم خوبه. پخششون رو بگیره. مامان پر کن. پر کن عزیزم. مشکل.
باری شما شخص حس میکنم ماهان نداره ماهان ولی تو بهتر در میاری فعلا با نظر خودت برو. من چپرسشو بهتون میگم اگه دارینش. حامد تو ذهنت داشته باش ببینم درست گوش میکنی یا اوکی. نه. داری؟ بله. آره. حامد خالی بازی کن ایزن. چه میفهمم دستش اینطوریه؟ درست گوش کرد؟ نه نمیدونم. خب برش نمیخوام تایسون نگاه کن. نه اوکیه نه با من میتونم بلند شم؟ آره نه خالی بازی نمیخوام بدم. خالی بازی؟ خالی بازی ها اول اوکی. نه الان نمیخوام خالی بازی پاش ببخشید. خواستم خالی بازی بدم میگم برو بشین. برو برو بشین خیلی میخوام خالی خالی بازی بازی کنم خالی بازی بدم برو بده. تایسون خالی بازی کن. باز سوچ کرد. آدزش هست داشته باشه. ماهان خالی بازی کن. با کدوم؟ راست ماهان داری بزنه داشت جوله به دست. داری بزنه این آقای حامد باشه کدوم دسته؟ حامدو من نمیدونم. بزن حامد رو نزنیم اصلا آقا من گل اینطوری نمی‌دونم. گرفته فرق میکنه دستش با همه اونا گلم نگه داشته که یعنی ما بزنیم مثلا براش آره من تو اینو ندارم. قبول یعنی داری میشه نباشه ولی خب حالا باش بله باش ما داشت راستت گل تاییده. باش باریکلا می‌پرسید شب. باریکلا اوکی. چون تو ذهنم درست سوچ کرده. آره اوکی فضا آره سر. اشکال نداره. ببخش حله. اتفاقا تو زنم اومد بپرسم و چون نداشتینش انقدر دیگه گفتم اشکال نداره اشکال شخص فضا اومد سر. چپرسشو هم بهتون حله. حتما خودت بهتون. گرفتم خودم دیدی ها. برو برو مان داشت برد تایسون جان بسو مشورت باش من دستای همه رو الان تو ذهنم هست. هر کی عالی خالی اصلا بازی من بدی بده. همینو میخوام مان بازی کن کدوم؟ نمیگم پیام داره بگی. نگو یکی دیگه نداره رد کرد. نداره. داشت مال من حامد داره؟ میتونه میتونه. دست آرامش. خیلی. رفیقمون هم دست داری؟ آره. دست بگو نمیخوام خالی بازی بدم ببخشید. میگه دارم بذار دقیق بگم. نه بذار میخواد لوکیشن گلو بگه بله. خب برو بش بفهم. ما خالی بازی نه نکن ما خالی بازی نکن ببخشید نمیخواستم تیک بزنم خواستم یه اوستا دست پوچ نشون دادی؟ اون چپمو پوچ کردم بده ما خالی بازی کن نه شوخی کردم. اوستا خالی بازی کن دوستا درست پوچ کرد. ولی فهمیدی چپم پوچ. دستشو میگی دست تایسونو؟ تایسون. ببخشید. داری برد ببینم تو رو. دیدمت برو. اونه؟ بله. اوکی جای دیگه حامدم باشه. من آره اینه. حامدو بگو تو اگه داری جای دیگه یه بار من این دو نفرم میدونم نه قطعا که خودم من این دو نفرم ببینم فضا کرد یا این اوکی. یا اون. یه لحظه وایسا یه ایده ذهنی بگم به ما یه بار تک اینجا زدیم یه بار تک اونجا زدیم قاعده‌اش اینه که اینجا ترای کنیم دیگه به نظر من دستش خوش نگه نمیداره نمیداره ساده‌اش اینه که نگه داره دیگه ولی با احمد باطلا داری بازی می‌کنه درسته تایسون چپ گل داره پس داشت درست هم باری کرد شخص بهم بگین من ولی چپمو پوچ کرده بودم آقا بودیم. چی میگی گل بود. نمیگی الان راست پوچ کنی. بازی یکم گفتم بازی کنی. بازی دارم مزه میدی آره تازه بازی داره که مردونه میشه نه تو واتساپ که سینا دقانی خراب کردی. کاری با تو نداشت کسی. اون دستت بیار
برو درسته. برو بیا برو نه وایسا ما هم پر کن. اما 75 85 93 92 پر کن تایسون. 2 4 1 یا ابوالفضل یه گلی دست ما اومده. دو چاری که خوار اومده رسالت بودم. با یک رای داد. اون که نه. این نه؟ نه. پس اون آره باشه. گل زدی ها. ترسو بمیره. یه ترای نکنیم دست حامد من دست بهتون میگم یه خالی بازی بده دست بگم. اگه مطمئنی داره خالی تایسون بازی ببینم یه لحظه. نه بابا خبری نیست اصلا. تو هم بگو من میبینم. من میبینیم. ما میبینیم. من نمیبینم. نه من میبینم. تو من بگو. دارم ازت میخوام. نه خب وایسا دیلی گفتن گل داری یا نه اینو فقط من بگو. اینم نمیگی قشنگ شد. ما نگاه کنم. برو بشین. تایسون دست داره. خب باش برو بشین. من ما خب نگاه کنم برم. تو نگاه کن عزیزم. منو ببین. سری نگاه میدوزه. پر کن. خالی بازی کن مامان. میخوام تک بخونم سرم بالا باشه. درست. خود درست. اوستا دست داری؟ من چپم پوچه. موقع چپم پوچه. مطمئنم. نه دستش. آها گله. چپش گله؟ راستش گله؟ باشه اینه. خالی بازی کن. میگه با گل داره دیگه. داری میگم پوچه پا. دیدیش؟ این دستش کدوم بود؟ این؟ اوورک نبود. دلم میخوایی که دیگه بزنم. چی میخوایی بزنش؟ ماهانو بزنم. من ببینم. سلام. دلمیکا. بزنیمش؟ بزنش. نه نزنیمش. نه بزن اینجا داری بزن. بزن. 30 ثانیه. صبر وقت اجازه بده شما. عجیمات دیگه. این اون. ایزی پیزی دیدیش جد. ها؟ یه ذره آروم‌تر برنیم. اوورک نباشیم. تو خط ما نه. تو مرده خود بازی کن. ببینم تو رو. 10 ثانیه تایم تمام شد. اعلام کن آرمان. بتم نشون تایسون بدم. چپت کن. خدا رو شکر. من میگم بذار گل بره. طوری حال نمیده بازی. بچه هم هشی چه خیالتون راحت ریلکس. برو. دو تا سایمو کشونم. خوشم میاد گل بزنم. برو داشت 3-1 بفرمایید. یک. تایسون داداش کجایی؟ چه پوسته؟ خب به نظرت خانم جفت کوچ میاد؟ خب پر کن رو من ببینم. دو. خود بگه. یه خاله بشه بدم. خب اینم چه فکر کنم. آمان بازی. یک. بشه اونم من دست از اون میخوام برات بهم بدی. این بازی کن رو من ببینم. یک. دست از آرمان من بده. دست آرمانه؟ بده دست ازش. رد کرد. گل حس کردم. چپشو میزنی. سعی مفت بذار.
نداریم دو تا داشتی. چی میگی؟ دو تاشو برگردم. با 2 تا سنگ گفت 5یم. این چه بردشه؟ بزن لاغتی از اینا. من یه دونه بزنم؟ کجایی راست پهنیان؟ آره بذار ببینمش. من که خیلی راستشم. تکون خودشش. بزنیم ببینیم. داره میلرزه جدی. میری واقعا بزنم؟ میگه راست. آقا من چه میدونم. بزن آرمان چپ گل. راستمه. ای گل. دوست دارم. چپ راست من میزنی نوبت نه؟ نبود تو دستم سر خورد. ای تو روحه. ای ماسش کنم. یعنی فقط سروش میزدن. همین. دستم خیسش نه اشتباه می‌بینی چه میگم دست از او بهم بده نگاه داری این اینجوری تایسون می‌کنی. داشت نگاه میکرد. متد عجیبه یه مدت به محمد باقرانی پاس میداد. جدی اون فیکس کردن دستات هم بیاد باشه. بریم آقا. برو. 2-2. نیاز داشتم. دست کم صاف کن دارم. آماش. پریم پر. 1 سوال گیراش رو بودی ما رو ببینم. با یک تیر دانشان میخواین گلو بیاریم. نه بابا بزن تک. شخص کیه؟ پرنیان جفتش پوچه. چپشو بزن. جفتش پوچه. خب برو راست دوستا بزن. نه راست پر کن آرمان. 1 دست از این 2 نفر به من بدیم. کی؟ چپ. آرمان و استاد. آرمان چپ. دوستا هم راست فکر کن. ها راست را. خالی بدی بزن. بازی استاد. 2. آرمان بازی. 1 کجاست آرمان میگه ها؟ آرمان داره اگه اون نداره اونوی نداره. نه جیبلش نداره. دوستا باشه اسم استاد نداره میگین. راستش به هم نظر من نه آرمان بازی. 1 کجایی؟ آرمان آرمان. دو سه دید آرمان نداره ها؟ دست علی اشتباه پوچ کرد. میدونی گفتیم راستش زد زمین راستشو. کدوم منم بین همین 2 نفرم ها. خب دوستا رو زمین اشتباه بشنی. نه این گفت استاد گفتیم راستشه گفت راستشو پوچ کرده. نمیاد اینجا این کارو بکنه. خب بزن جواب راست نزن 2 بار زدم راستش چپش بوده. کی؟ تو رو آرمانی ها؟ آره آره تو بزن دیگه آره باشی روش. نه منم بین این 2 نفرم. فقط این فکت تو ذهنم از راست استاد. کدوم علامت؟ هر جا هستی بزن. آرمان راستت گفت. استاد پرید. دست اشتباه طرف گل داره دیگه. میتونه دست اشتباه چیزی. بازم راستش میزنیم فشار. اینجا از بعدی رستوران بگی سری بریم. چندیم ما؟ بریم آقا 15 بگو 1-2. پر کن پرنیم. 1 پر کن آرمان. 1
خواهم بازی بدم. بازی آرمان. 1 استاد بازی. 2 پرنل دست داریم ازش. به نظرم چپش. آرمان بازی. 1 من پرنیانم. چه پیشو بزنیم؟ بزن. چپ گل پرنیان. باری کلا چه بریم 16 شش کن. چی؟ آه 6 فوروارد دارم. چی؟ نه بابا. تک تک اینا آقا یه 5 دقیقه دیگه دوباره در آوردن میگه. یه استراحت بکنیم 16 5 برگردیم. او گل چی میشه؟ سروش خیلی اونوری. بیا نزدیک منتر. یه تکی بزنیم جلو افتادیم. هانه. حالا فکر کنم اون طاقت ایه تکلیف ها یکی میفتی جلو پرنیان 1 1 8 من تو کجایی؟ خواهم بازی بدم. یا ندم. بازی بدم. دست سب داریم تا اون نه. شخصی که داری و بازی نگی. چرا؟ میگه دست اسم دارم. میرم دست. کدومشو داری خوبی؟ نه ندارم. خواهم خب بازی برو بازی. بدم. پرنیان بازی. 1 بازی بود. اما هم نظرم برو برگرده. آرمان چپ گل. دقیقه دست نه کلا تو 14 سامون نمی‌خوام جفتش بزنم. مهم بازی خطور بگو داشت. زنگ ببرم اون دو یک. برو داشت 7-5 پرنیان 1 پرنیان بازی. 1 جفت کوچه. پرنیان جفتش کوچه. بازی کن آرمان. 1 آرمان هم به من یکی بگه. به بازی کنیم. استاد بازی کن. 1 یک دست از استاد داریم. نه ولی بازی کنیم گل. خب کدومشه؟ من دست ندارم داشت. چرا؟ دوست ندارم چپ راست بخورم. دست استاد بزن. خب من دست ندارم. بزن استا بزن سری سری. راست گل استا پوچه داداش چپ راست. برو. کار کنم. بگو داشت. 1-2 بزن خودم شد
پرنیان بازی. 1 بازی. آرمان. 1 پرنیان بازی. 1 پرنیان جفتش پوچه. چیزی که داری. آرمان بازی. 2 استاد هست داریم بازی بدم. بده. بازی استاد. 2 خالی بازی تمام شد. اینو نگاه. اینو نگاه. رد شد. بده. آنها رد نشد. رد شد. نشد. شد. بزن. استاد بزن. بزن تا شما نمیدونم. استاد راست گل. پوچه. بزن. من نمیدونم کجاست. 5 بار تا حالا راستش رو زدی، 5 بار تا حالا چپش. دیگه چپتون کن. باید فکر قلبه باید بشه. هر سری میگه شاید دفعه دیگه راست باشه ولی متاسفانه شانسی همش تو چپه. سکته مغزی دارم نه با توجه به اونا دارم ذهنم. بچه ها 19-5 فکر نکنید 19-5 برو. 5 در بگو. 1 بچه‌ها دست بعدی شاه گله. میتونید از گوی کارت مواظب باش دست بزنیم. گوی مواظب باش بزنیم. گوی میزنیم. در بیاد. پنجره رو ببندیم یا نه؟ بازی استاد. 1 چی میگی؟ نه خودت استاد بزن. پر نمیخواد بکنم باید پر کنم با پر کن. نه پر کن. اشکال باشه. نداره. جو پوچه ولش کن بازی نکن. برو خالی پرنه. بازی رفت دیگه خیلی. تایمشون شروع. پرنیان بازی کن. 1 تایم شروع داره. آرمان پر کن. 2 ملق برو. پرنیان بازی. 1 این دفعه نگفتی جفتش میشه. دوباره خالی بازی بود. آرمان بازی. 1 بذار گوی بزنیم. کی؟ گوی بزرگ بچه‌ها. دست من چپشم. چپت گل. چپت. گویه چقدی؟ گویه چی؟ گوی بزرگ. بزرگ نمیشد دو گل. یه شواگلی دار برد واسه. بیا دیگه من. اشکال نداره موارد هم دیرو خیلی چپ راست زد. آی موارد از این همینجا به سلام میکنم. سلام جوان. قول بده قهرمان. بچه‌ها این این گوی 9 میلیون تومان ارزش داره. آخرین 800 چی میگی؟ من به خاطر 9 میلیون در تورنمنت 10 نفره 3 میلیون جایزه می‌خواد. حالا که 14 نفره 2 میلیون میگه. ما یکی 3 تومن بخوایم برامون مهم نیست. که بخوایم قد جایزه نه اوکی. ما یکی 3 تومن کمتر گرفتیم دعوت کنیم آقا جایزه دوست. بچه‌ها جدی ترین حالتتون. بریم آقا. 3-1 باز پر کن پرنیان. 1 همین الان بزنیم 3 بار.
بزنم پر همین کنم. الان بزنیم 3 بار. بزنیم در بزنم چیت بگم. آها میخوام اصلا راست 3 بزن بار چیز بزن. شاید گل افتاد. گل کن آرمان. 1 خب بریم آقا 30 ثانیه مشورت شاید طول میدم. تمامه. پنیم بازی. 1 نه آخ. آرمان داداش سرت رو دستات نمیشه حواسم نبود. استاد پر استپر. 2 پری ایجام پره. آره آرمان بازی 1 گوشت داره. دیش. با آرمان بازی بدم دست داری ازش. نه بس چیزی داشته دست پهنیان رو پیدا کنیم. حالیکی خیلی بازی دادم دیگه نه حواسم نبود. آرمان پهنیان بازی 1 دستش داشتم نه چند تا دیگه تو کجایی؟ واسه بازی 2 پهنیان بازی 1 آره بازی تموم من بچه 2 دقیقه وقت دارید بتونید 2 دقیقه مشورت من پهنیان فکر کنم. به چه علی که میگه الان بزنم کی پنیانو؟ واسه راست گل تو مال اینجا نگردش میفهم. واسه راست استاد گل مالن چه بشه چه پشه بزنم وایدا چی بود؟ آرمان راست گل یس! بالاخره یکی چمن. خب بچه ها برمیگردیم به امتیاز چرا شما میگیرم اشکال نداره بابا شیش تا نمیاد 5 تا میاد 5 آقا قوانین جدید میره رو صفر هم اینه برو اینترنت بزن یک نبودیم بریم آقا. شما 5 تا میاد بعد از سال تو الان با گل کوچیک 15 بریم ادامه بازی بریم ما چی هنو 10 تا بچه های بیرون سکوت قایت کنید دومیشو میگیری بریم دوه بریم با دو بار الان قرار بشه 12 داشتی 14 همون لجبازم من باید بگم سرت بنداز اصلا پایین، تایسون بسمت. تک داداش تکم خوردی مهم نیست یکم مهمه دیش. چرا خیلی بازی داده به برنی ها پرید همون باید شد بگیریم دستی زده بودم تا اینجا ما هم پر کن تایسون پر کن دستگاه دوارمان بزنم با سی رو کنم این موره ما داره دست خودش ما گرفتیم سیناج خوشحال کیو شدیم داری؟ بشناسیم دوست و دشمن رو بشناسیم سب ما هم خالی بازی گل نداری با ما نداره جالبه قبلی که بزنی نظر تو بده. نظر کیو داری؟ اونم نداره اوسا بزنیم دست ما
حس ماهان نداره میزنیم دست ما. داشته باشم فردا تایسون رو من یه نگاه کنم بیا نگاه. ببینم تو رو. دیدم بیا چپ راست مامان بگو بزنیم ولش کن. برو چپ راست ماهان رو بگو. ببینم تو رو. خب دست دارم. برو چپ راست ماهان رو بگو ایتون. میخوای برم نزدیک؟ ببینم تو رو. ببین از خط لرونه. خب خودت برات نرفته که. نه نشون. ما فیلیم. عزیزم دست شو. بله. دارم. خب بگو. میخوای خالی بازی بدی؟ نه. این گله. بزن. ماهان راستت گل. تایسون نداره. نداره. ببخشید. چیکار؟ روخی میگرفته بیدیم کی؟ من؟ گلگی باید نچسب باشه ببینیم. آره دقیقا. تفلون شدی آره خوشم اومد. بریم بچه‌ها. ترسو بمیره دوئل چی الان در میاره. یکی دو تا بزنیم. اوه 6 7 تا بزن. یکی دوتا ما هم تو رو 5 می‌خواستیم بزنیم رو 11 زدیم همین الان. آقا ببرد تو ببرد. والا قشنگ بازی کنیم. ها دیگه شنگ بازی. جذاب بود. اصلا می‌خوام برات اینجوری رد کنم. هر کی نکن. تو پش حرف نزن. ارزونیم باشه. وی 15 تا پلاتوری کردیم. این گل داره. ببینم. رنگ گله. این گل کوزک داره. آقا من دارم فیلم هم. اون زیاده میگولی به نو ساو گل داره. تایسون گل نداره. من اگه گل نداشتیم مطمئن باش دست بوساس با من. من بهت بگم. ارسلان بچه‌ها اصلا با خانواده بیرون صحبت کنم. ما آنجا بفرمایید. جسارت اصلا نمیدونم چیه اینجا جریان. اصلا فیناله من نمیفهمم. بله. اصلا دارم ما شما معذرت می‌خوام. آقا این تمرکز ما به هم ریختین چیه؟ بفرمایید. آیه. اینو ببینین. یه لحظه. مشورت. بچه‌ها تو 4 دست بگردین. والا نداریدم من یه تیر بذارم بگیریمش. تیر بذار. یه تیر و دونش. نه بابا تو 4 دست بزن دیگه. 4 دست بزن بزنی. شاید در اومد سنگ بابا. زنیش. یه خالی بازی کن ماما. سروش یادت گفتی که استاد دستشو اینطوری نگه نمیداره که ما اینطوری بزنیمش. و الان فکر می‌کنید داشته باش چون من الان اینجوری ما من یکی دستشو دیگه. نمی‌فهمم. منطقی بود. پرنیام بیا چپ راست اوسا رو بگو. چون اینجوری موسا من میگه اینو رو چجوری بگم؟ فکت ذهنیش باید راستش باشه پرنیان. اجازه حداقل بده من اینو بذارم. آره اونو بزن. بچه‌ها سنگ گفت. کدومش گفتی؟ راستشو گفتی؟ شب ما یعنی نمیخوای بزن. تو چی میخوای بزنی؟ خود اینجا رو ول کن. اینجا بچسب. کجا میخوای بزنی؟ من نمیدونم. خب ولش کن. تو اگه حتما دستشو سما گذاشتی جفت دستشو بزن دیگه. بسم الله میگم. اوسا راستت گل. بله. Thank you. زنه تو بوده. مرسی. اون داخت بیشتر داشتی. کالستره. بفرمایید. شروع کنم. 17 تا 17 6. برو درست. تو داشت. 2 پنج. 1 کور کن. آرام. 1 کجایی آمد دوست؟ من دوست دارم چپش. دو چپ بود. ماشین. باله. عجیب. نداری. بله. چیزی که خود بریم گفتی تا نداری. شاه دو.
قبل شاهگل اگه هر تیمی رسید دیگه، اگه شما هم رسید یه تا قبل شاهگل بریم. دوئل بزن. بالا. کلا تو 4 دست یا 2 دستیم. این شکلی بهت بگم. همونجوری که شما تو 4 دست یا 2 دست. اینجوری بده بیارش تو دست من چه بده. چاش همین رویه رو دوست داشتم. بارکالله. مال تو گیر کرده. هیتلر این کارو با لهستان بود. مامان جان تو پخش حرف نزن. یهودیا. آه اون میتونه حرف بزنه. من اینجا خوب نمیدونم قبولت دارم. دیدش مامان پرش خوب میتونم دیدش داره؟ داشتم داشت مال تو مثل بنز اه؟ خالی بازی نداری شب بسه شب بهت میگم. داشت مال تو خونش. بیا پیش خودم بابا. ببینم تو رو. یه سر بهت میزنم بیا اینجا. یه سر بهت میزنم بیا داره بگیرم گلو؟ نه وایس نه خالی بازی دیدی دست الان دست داری دیگه باید دست داشته باشی ببینم تو رو. دیدم از برو بچه زنگ بزنید. بپرسی میگم بله دست دارم. بفرد ساده داره میگم ما خالی بازی با کدوم؟ با این. نگو کافر نگو آقا باید چیه؟ تاکزیکش کنه میگن نگوی میگی تو خود تایسان بودی چی اون شد؟ دست پوچش بود که گفتم. اصلا مهم نیست نداره. اصلا هیچی نگو من نه تو 2 دستی علی که به ما چرا خالی بازیم اون پس دست اشتباه پوش کرد از نظر من آره. اوستا دست داری تو من باشه چپم تویی یا اوستا رو تویی من فقط تو ذهنه. سرش من مثل دروغ نمیدم باشه چپم اوستا خالی بازی گفته بودم یو بزنه ما دیدش ها؟ قصه باشه راستش چپش. تو رو نگاه میکنی دیگه. چپ راستم در میاد این مگه میگه این؟ بگو دستای تایسون رو بگو تاش در نمیاد چپش. خالی بازی داریم. راستمون ها. چپشه شپشه راستمون ها. این خالی بگیر. بازی کن از این گل فیلم بگیر داشتیم. گفت یکی داریم که بهت خالی بازی دادم آره داشت. وگرنه نمیدونم تایسون چپ گل قبوله. جفتش پوچ بود این هم 4 دست 2 دست. بوی در نمیارم. برو مخش بریم آقا. تایم پس صحبت کنید. نمیتونم به تو گل بدم تک بخورید دیگه ما کارتی نیستیم بچه یه لحظه پخش رو کنم آقا نگاه بچه داخل بازی داخل پخش فقط پخشتون با پر کردنتون دیالوگ نکنید باش میشه تموم شد بعد تا صبح هر چقدر دلتون میخواد دیالوگ کنید بچه خندتون کنترل کنید صداش نیاد اونجا تعریف اعتماد به نفسش از دست میده اول از ما دقیق می‌زنیم. نمیتونم انجام بفرمایید. اگر هم که نمیشه تیم حریف اشاره کنه و مردم از سالن راش کنه من تیم حریف و دلی دوست دارم. ما همین هم مشکل خیلی. نداره ولی بسته ما همه چه حریف حالا چه هر تیم بگیم از بریم آقا. بریم ما از همه یه شهری. سوال یه تو. گل درست. نه من خودم داور بودم این تیم امکان نداره موقع پخش صحبت نکن نه بعد نه سیمادگانی ساکت. بود. من یه حرف نمی‌زنم. با گلو بنداز. دوباره پخش کنم میشه گل نشون بدی؟ بریم. سه پنج دو بچین خط هم بشه ببینم نه خودتون مامان پر
گلو بزنم. دیدیش ها؟ میذاری بزنه یه دونه؟ بزنم بدونه. کجا؟ ولی بازی بده بعد شخصشو بگو. فقط شخصشو بگو. اوستا رو. دست دارم خالی ای بازی بچه هم تیم نکنم. حرف بزنیم. گل دیده بابا بزن. گل دیدی؟ نه بابا. ما گل دیده چقدر نمیدیم. فیک. قبلی که دست بگه من دست میگم قبوله. نه اون نگه دیده باشه. اینقدر اونجا دیگه مطمئن. نمیبینه اینجا. مطمئنی. بریم. یکی واسه تو کجا؟ هاند پاس لاغی. راستم. نه وایسا یه دقیقه. نه وایسا من فقط اول بگم من اینجام ولی بده. خالی بازی بزن دیگه. میپژمرده. بزن. راستت گل. چپمه. بابا چپشه. نه بابا دست تایسون. من نداشتمش. آخ به سختی. من بچه‌ها بچه ها 3 تا جل داریم. آقا دیگه تو بقیه بقیه. آقا تو بس صحبت نکنید برو نشون بده آمد. هنو ریلکس. فهمیدم. بریم. برو. ما 7 تا کیلو اینطوری هستیم. صحبت نه بابا چونه. هفته جنگی که تگ می‌زنیم میریم. نه ایچنه. نه اینه. آقا این چیه؟ پخش کامود. برو میگیریم آقا. آقا این گل. صحبت با اجازه آقا سروش. آفرین داری یاد میگیری. نه با اون بعد میشه ولش کن. ما هم پر کن. حرف آزاد. هر کی بگه بغ بگو. بگو. نمیشه نگم. یعنی بعد میشه. دایستان ببینم. نمیدونم. داش مال تو دیگه ولش کن. زنگو بزن بریم. بیا پیش خودم. 30 ثانیه بده. 2 دقیقه. نه آخه 2 دقیقه رو با هم میگیریم داداشم. بچه رو گیر وارد گوشرین ببش بزرگتره هستی؟ میخوام خالی میخوام با خودت دیگه. خندم افتاده. بزن. چپ راستمون رو بگو. برو. خب نه بگو. دارم. بگو. میخوای بزنی؟ میخوام خالی بدم. خالی باز مجد. میخواد پوچ میخوام بزنه. پوچش بدم. حالا دیدی نداری؟ پوچ میخوای بدی این پوچه به نظرم. چپت پوچ مامان. دست گلدار پوچ در بیارم. ما باید چه باش کنیم؟ اینجا پوچ بده. تایسون. اوستا رو بگو. اوستا رو بگو تو. میدونم اوستا. من چپم. یه خالی بازی گل بدی؟ قبلی بود خالی بازی بدم داری گفتی کنه. جدی میخوام پوچ بدم. پوچ بدم. اوستا راستت پوچ. لا 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 دیگه. با این خالی بازی. چشم بگیر. ندارم. عاشق وقتایی هم که پاشو بیا اینجا. اونجا پوچ بدی؟ ببینم تو رو. گل در نمیاد. یس. گل داره اصلا. خب آقا میخوام یه دستشو اصلا داره. حالا بعد اگه نداشت یه تیر رو روی خودش درای میکنیم. یه دستشو میخوام پوچ بدم. یاد گل نه برجاش بزنی پوچه. نیم پوچه. چپت پوچ دایستان. پوچ سکته کنی سکته هم داری. پارتی یک تیر دونشان. بچه‌ها کی پوچه به نظر؟ اینو دیگه خودت بگو دیگه. در ما زحمت گفتیم دیگه کشیدی. یه دونه تو بگو. من تایسون رو پوچ دارم چون یه جا با خالی بازی داده اشتباه تو نظرم پوچ کرد. خالی بازی نداره. این گل یه توشه. دونه به من تایسون. برم نفهمه گل دارم. یه دونه به تایسون دادی به خورد نظرم کرد. اشتباه پوچ کرد. باش آرامش خودتون حفظ کنید. وقت چقدر دارین؟ شما به نظرم دایستان پوچ ای گل داشت کلی میکنه. انرژی میگیره. با تایسون پوچ موافقی؟ آره. من هر شما بگم خودم هم موافقم. موافقم. بزنی چی یاد بگیر. تایسون پوچ. این پوچ. مرسی. کسی که دوست گلدار پوچ داد کی بود؟ کار ما میگن نمیدونیم. دستا رو نگاه کنید. یه دقیقه بچه‌ها نگاه کنید. با پوچ بیاد من اوور اکت انجام میده. داد میزنه. صدا اینور گل اونور گل. اصلا توجه نکنید بازی خود. شما هم داد بزنین ها. ما دوست نداریم. آقا حرف بزنین جون ما. آروم ذهنیت خودت. بریم آقا. فقط دارم میگین ببخش. بریم. من اوورکت بشه. بفرمایید. برو پخش کن. 3 2 1
داد بابا بزن اصلا ندم اینا آمد نه نه وقتش نیست گل دست خوب من میگم داد من بله. آمد کاش مو چه گفتم همون زن تو باز که چرت و پرت نیاد توش. آرام برو یک با مامان اون زن تو باز که چرت و پرت نیاد توش. همین کاش فلان از آن دست داری تو گوشم بگو بیا اینجا میخوام پادوز دارم اشتباه کوچ کرد بریم پر یک دستاش داره میلرزه از استرس چی میگی بابا بزن باش ببینم ای راست کوچ کرد دیگه جفت کوچه بازی کن جفت کوچه باز فقط نک لیکی چی میگی برو نگاه ببخشید بفرمایید سعی گل داره سه رو بزنیم ولش چه داش مال تو استا نداره استا بازی دو یه امتیاز خوبه ولی بزنیم آرمان راست گل احد استاد ماشاءالله استا راستش بودی راستش بودی رفت کارتش سورید. هشتم. بگیر دو تا دیگه میگیریم بریم. دو تا دیگه بگیریم کار دارم. بگو. سه تا 3-2. سوشبن بگو وقتی چرا نکن میگم ولی دیرتر بگم. تو پوچ نکن منتظر باش. بله. بله. پر کن یک دست اگه داریم بگیم رد شد الان نه جدی بزن دست اینو بهم بگین آرام بازی یک برنم بازی کسی بهم دستم گفت یک آره درست بود به نظرم چه بشه زیاد نداشت دیگه هر کی داد به نظرم گل بزن برنم چپ بود تایی باری کرد. ماشاءالله استا شو پیدا کردم بعد اگر دست بعدی بچه ها رفتار شارگل که فارسیش تموم شد ما یه استراحت چند دقیقه میگیریم. اوکی برو اگه شما خواستین ما نمی‌خوام. بعدی شما برو یکی تمام میخوام چی مونه یک آرمان یک اون استادی مشورت بازی کن برمیان یک کجایی؟ من چه پستو آرمان بازی دو کارتر برس
میخوام با استاد خوب بازی بدم. بده 3 تا خالی بازی بده. بازی استاد 2 گلیکو پیداش. فایده. بچه‌ها کارت خالی بازی مجدد. یه دقیقه به تایم. فرمیان بازی 1 حاجی من هم اینجاست. اوکی تمام رفتم اینجا بزن. نداری فرمیان بازی کن استاد 2 اون دست بگیری. چه پیش بری باش من بزن. نمیخواد آرمان بازی 2 آرمان درست آفرین. درست نمیدن انجام چه پیاده است اونم هستی ها؟ راستینی تمام راستینی نه این مشکل بذار شاگل رو میگی کجا بزنی؟ آرمان بزن اجرسی بزن یا این چپ راست ببینم آرمان نگاه نمی کنی آرمان زنده بذار آرمان رو بزنیم خب بزنی بزن نشه درست آرمان یه نگاهی کن نگاه نکنی گل بگیریم زشت دار 20 کدامش پوچ کردن چه بشن چپت گل استاد پوچ داداشی وای سکر کردم رست رو میخواین؟ میخوام میخواین بریم ساده شد بریم رست 20 شاگل دوم کارتاتون رو بدید انگار برای 21 میساری به بازی نظام نه ببین چرا 21 جوابین چون شما ما 21 جواب کارتا هم جمع شد شاگل آخره مثلا شاگل بگیریم چی میشه؟ میخوایم با هم دوئل بریم تو بدم که دست احمد هم که شوه گل دست کی خدا بچه ها؟ نگهدار گل دست کی بچه ها؟ گل بعدا دیکوری می‌خواستیم آره بعدیان اون کرد آقا یه چند دقیقه دیگه شاگل ما الان لایو قطع میکنیم شاگل که 35 نفر دیگه بگم دیگه 3 صدا سیماست آره دیگه قطع 35 نفر 4 تا بوده الان 23 نفر نه ساده منو بعد بگی چرا این بازی رو کنم پستی ماشین سری یکه خب آقا لایو رفت یه چند ثانیه هست گلو بده من لقل داریم برو درسته بگرست بچه‌ها یه چیز بگم قبل از شما پخش کنیم شما که دیگه ماشاءالله میدونید تو شما ببینید که ما بگیم از شما خودتون ساکت هستید تو شاگل بیچونوار دیالوگ نکنین شما تیمتون در صورتی که این تیم حرف زد میتونین جوابشون بدین یه موضوعی که هست بدون تایید داور هیچ دستی رو باز نمی‌کنید 10 بارم گفت گل کار نشه داور تایید داد اون موقع باز بچه‌ها سرت هم بالا نمیاری عدد خالی بازی و بیخیال ولی این 3 برو نه در عدد ایراد نداره نمی‌خوام. بگید نه عدد گل افتاد بریم آقا برو ای دیدی جاش تنظیم از تنظیم در اومد پرنیان پر کنم 1 1
آرمان مشورت نگاه کن چپ به بدم آرمان بازی فنیان بازی آرمان با آرمان بازی کن عدد نداره گل دیدم پهنان یکی دیگه خودم ببینیم باشه نبینیم حال نمیده کجا اینجا اصلا بازی بده دیگه اصلا گل داره دست از آرمان داریم باشه چپش از اصلا نبود میخوامش بازی بدم از آرمان بود حسین نیستش پوچ میخوایش بازی بگه پوچ میگه اصلا بازی اون دوستش یه دونه خالی بازی دیگه بیشتر نداره بازی کن آرمان تمام شد یه دقیقه 15 ثانیه وقت داریم باشه الان بلند بود من راست استان واقعا شاید چپش رد نکرده چپش بازی تمام شد ها چپ راست استاد بزنیم در بیاد خیلی تمام بود بزنده داشت راستشو نیست بزن هر کی رو می‌زدی از استاد از استاد دست بزن پست 3 بار چپت گل تایید پوچه به گل‌های مرسی صندلی راستش بود همون اول کار گفتم اول کار راستش هم گفت بیا آفرین ای بله ثانی اولی ستی راستش بودیم دیدی گفتم دیدی گفتم دمتون گرم آقا خسته نباشید من چیزی گفتم ناراحت شدید ببخشید داشتم خودمو خالی میکردم عالی این دقیقانی برم آقا برو درسته به من بچه یه چیزی هم میگم آقا هلوها شد 40 تا متوجه منظورم میشه اینا همه کسایی هن که پوچ شاگلو ولی کسایی هن که دور شیرینی میگردن خیلی واقعا خسته نباشید